سرجری در حالی اول خلیل داره که شما در اینجا وقتی که مشاهده میکنید مریض در خطر قسمتش به شکل سمپل معلوم میشه، در حالی که سمپل نیست. وقتی که شما جست میکنید در ساعت میبینید که عضله اوربیکولار سوریس عایب است، یعنی غیر حاضر است و دو طرف کش شده و این قسمت تنها قسمت جلدش با هم چسبیده. به صورتی که ما بخواهیم این عملیات بکنیم، بهترین عملیات برای این عملیه شیلوپلاستی است. ما میکنیم تحت انستزی عمومی و شیلوپلاستی و دوباره ترمیم و آینده وقتی که کرکشن کار داشتنی باشد از سن 13 و یا 18 میتونیم دوباره پس کرکشن بکنیم و طفل منظم دوباره پس به حالت عادی خود برگردد. بیفشان قطره عشقی که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، مانی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که شما در جریان بودیم، طفلک عزیز که مشکلات قلب داشتن، چوکی لب است، ما پیدا کردیم و از طریق بنیاد خیلی بارم رحمت میخوایم که انشاءالله اسم امان الله جان خنده خیلی عملیاتش به سر برسانیم. ما پیش دکتر صاحب متخصص ننگیاله که یکی از دکترهای بسیار زیاد برجسته بخش جراحی پلاستیک است پیش زو آورده بودیم شن و او را معاینات کردن و مشوراتی را کلش نشته کردن که انشاءالله اون را یک به یک ما راهنمود کرده و پیش میریم دیگه. بدلشان است میشه که گفتنی بدلشان داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لوګر ولایت یم اول رنګ د زوی عملیات کوم د خیره بنسټ د باران رحمت طرف ما ته سره دومره امکانات نه وو، دومره وسه دې ما نه رسېږي چې د دې عملیات ما کړی وای. د خیره بنسټ د باران رحمت د بنسټ نه موږ ډېره مننه شوو، ډېر ترېنه خوشحاله شوو چې موږ ته ما د زوی علاج کوي او خدای کسی دا خسی. موږ ډېر ترېنه خوشحاله یو. هغه څوک چې له باران رحمت سره کومک کوي، خدای دې له هغوی سره کومک وکړي او ډېر خوشحاله یو. خدای دې نور هم دغسې بنسټونه زیات کړي چې افغانان ډېر په رنج کې دي. او د باران رحمت له مسئلې نه ډېره مننه، ډېره شکرګزاري انشاءالله عزیزان شما ما رو تعقیب کنید دیگه. امروز روز اول ویزیت داشتیم، ملاقات همراه دکتر صاحب. بعدی پلان عملیات انشاءالله در نظر میگیرن. شما مراجعه و دعایتان فراموش نکنید. بخیر معایناتش میکنیم که معایناتش ببینیم که معاینات چیز مشکل نباشه. باز دکتر صاحب وقت میده که در کدام روز عملیاتش پلان میگیریم دیگه. میگذاریم بعد شب الله انتظار بخیر این بچه که خوب بسازه و شفای عاجل نصیبش کنه. شما در دعایتان فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله.